ما قبلا هم براتان گفته بودیم که جنایات خاطی و زمان یا جنایات دکتر نجیب این روزها که بیان کنی هنوز کم است. تا آخرین روزهایی که دکتر نجیب رئیس جمهور بودم شانه مستانه وزیر دفاع جنایات بزرگی را در جنوب سالنگ انجام دادند که او را به بهانه از اینکه روس‌ها برآمدن و روس‌ها سالنگ زدن. روس‌ها چرا از سالنگ شمالی تا حیرتان کسی نزدن و این طرف تا کابل نزدن؟ او جنایت مشخص خود دکتر نجیب و شانه مستانه بود به خاطر از اینکه به این عقیده رسیده بودند که بعد از برآمدن روس‌ها از افغانستان دیگه از جنوب سالنگ اینا تیر شده نمیتونن راه بر روی حکومت دکتر نجیب بند میشود. تحت بوشی شدی یا بنام از اینکه دیم شبی هم بود، شب بسیار سرد، برف یا بهمن زیاد هم باریده بود که هیچ مجاهدین طرفدار جنگ نبودن به خاطر خانه به خاطر مردم. همین 3-4 هزار خانه که از جمهوریت تا اولنگ است کلی از این اینمی دکتر نجیب و شانه مستانه به خاک خون یکسان کرد. 1260 نفر طفل و سیاست در او کشته و شهید شد. باز هم وقتی که کشته و شهید شدن کسایی که زنده بودن یا زخمی که آمدن در سرک رفتن در ظرف صبح تا چاشت دیگه یک نفر شهید و زخمی و مردم و مال و زندگیشون کل زیر آور و خانه ها موند تا 3 سال اونجا مردایشان زاغ و پرنده ها خورد و تمام دارایشان به خاک یکسان شد. این جنایت نیست؟ این جنایت نابخشودنی است. 1260 نفر اکثر کلش به ما قومی است، به صدهاش به ما اقارب نزدیک می شود. این وقت فراموشی ما نمیشه که ما از جنایت دکتر نجیب نادیده بگیریم. مثل ما در سراسر افغانستان، در سراسر ولایات، در سراسر ولسوالی‌ها و قریجات و جنایت اینا هر کس یک خاطره از خود داره و صدها خاطره از خود داره.